تمام این آموزش‌ها پروژه محور هستن و سعی شده روی فوتج کارفرماهای واقعی این تمرینات داده بشه. و کاری که من انجام دادم اینه که مثلا توی این قسمت همینجور که پایین نوشته اهمیت کات و ریتم رو دارم اوکی میکنم. چیزی که وجود داره اینه که من دارم روی سری فوتج کار میکنم که مال کارفرمای واقعیه و تمام این فوتج‌ها رو در اختیارتون قرار میدم، ولی از اونجایی که این کانال پرایوته و امکان دانلود ازش وجود نداره، من اینا رو کجا گذاشتم؟ توی کانال دیگه به اسم انباری منابع. آقا الان کانال انباری منابع خالیه، تا آخر امروز یا فردا تکمیل میشه، از این بابت نگرانی نداشته باشین. ولی خب تمام فوتجایی که توی این آموزش ها استفاده شده، حتی این آهنگایی که استفاده شده، حتی اون شورتکات هایی که استفاده شده، یعنی تمام چیزایی که نیاز هست رو من توی این کانال قرار میدم. در کنارش اگه افکتی استفاده شده، اگه سایتی رفتم، هر چیزی نگران نباشی، همش رو توی این کانال قرار میدم.